علی کجا داری میری؟ آقا امروز اومدیم پارت 2 LGBT رو بسازیم. ما تا آخر ویدیو همراه باشیم. میخوایم از مردم بپرسیم با جامعه LGBT موافقن یا مخالف. بیایید بریم. اسم شما چیه؟ هوراد. آقا هوراد، شما با جامعه LGBT موافقی یا مخالف؟ موافقم داشی گلم. چرا؟ دلیلش چیه؟ داش نگاه LGBT مثل این داشمونه، نگاه بیبی فیس خیلی خوشگلی، ولی اونایی که شما میگید هر جوری حساب کنیم به دختر اونا با نمیدن. نه خب یه سوال دیگه ازت میپرسم، حالا اینو جواب بده. دلیل این که یه سری از مردم به LGBT ها مثلا توهین میکنن یا هر چیز دیگه چیه به نظرت؟ داش 70%شون این عشق هستایی که مثلا تو گوهردشتن تازه اومدن. مثلا نگاه کن، طرف دختره رو این کراشه، این کراش طرف رو بلند کرده، معلومه میاد کس دیگه. آها فهمیدم. آره دیگه. یعنی اینه دیگه دلیلش دیگه. دلیلش آره دافع اینو اونو بلند کنی همین میشه دیگه، همه ازت بعدشون همه. یعنی جزو جامعه LGBT باشی داف بلند میکنی. داداش چرا که نه داشت چور دارن اینجا چه عشق هستا. حالا شما کاری بهشون به ایشون نداشته باشید به خاطر من. اترس کونتان. اوکی هستی که ویدیو تو پخش کنیم؟ لایک نشون بده بهشون. اسم شما چیه دوست عزیز؟ آمیتیس. آمیتیس خانم، شما با جامعه LGBT موافقی یا مخالف؟ موافقه. چرا؟ خب گرایش هر کسی به خودش داره. درسته. و گرایش هر کسی به خودش رفت. بله و احترام بذاریم خیلی بهتره تا اینکه فوش بدیم، فوش ناموسی بکشیم به طرف. به نظرتون چرا یه سری مردم بهشون حالا بی‌احترامی یا هر چیزی میگن؟ این الان چی بود آخه؟ یعنی هنوز حرفم نمیتونه بزنه، ولی دوستان تو پرانتز یه مطلبی هم بهتون بگم. سری پیش بزرگی کردین، سابسکرایب کردین، پنل زدم، کارون رو جمع کردم، بخشی از پولم آهنگ باوی گرفتم، اما هنوز کافی نیست. من به کمک شما احتیاج دارم. ناگهان این توش آبه، سری بعدی میخوام توش نوشابه باشه. لطفا به سابسکرایب کردنتون ادامه بدید، دمتون گرم. و یک برگشت نظرتون راجع به این چیه؟ خیلی هاشون نمیشه چیزی گفت، ولی خیلی هاشون بیشورن. چند دوری هم میرسونه. یعنی بیشورن دیگه در واقع دیگه. یعنی خب شاید اونا هم یه سلیقه‌ای داشته باشن و دوست ندارن. سلیقه‌شون برای خودشونه ولی قراره به زبون بیارن. هر احترامی که هر نظری که دارن خودشون باید نگه دارن. 100%. خب شما چی؟ شما مخالفی یا موافق؟ مخالفم. مخالف ایشون. دو تا رفیق. خب چرا شما مخالفی؟ به نظرم عادی نیست. برای یعنی چی اصلا عادی نیست؟ یعنی اون که همون جوری که مذکر باید با مؤنث باشه، مؤنث هم باید با مذکر باشه. بعد حالا مثلا یکی از نزدیکاتون آره مثلا جزء همین جامعه هست، اون وقت نظر شما چیه؟ چی میگی؟ چیز خاصی نمیگم. کسی باشه که واقعا دوستش داشته باشم بعضی ها چیزی بهش نمیگم، ولی اگه کسی باشه که ازش خوشم نیاد بازم چیزی نمیگم، فقط خوشم نمیاد. کلا خوشتون نمیاد. اوکی هست جفتتون ویدیوتون رو پخش کنیم، یه لایک نشون بدین، یه لایک میگم بهتون. دیدی دوستان، من بهتون گفتم این فرد واقعا مشکل داره. من واقعا خواهش میکنم ازتون کمک کنین. هر سابسکرایب یه کمکی به این بنده خدا، یا به یکی سلام میده، به یکی میگه نم توضیح میدم فلانه. من واقعا از شما خواهش میکنم با هر سابسکرایبتون کمک کنید. مشکل داره دیگه. بقیه‌اش هم ببینید، ادامه ویدیو رو تا آخر ببینید، سابسکرایب کنید. من برم دیگه، دمتون گرم. مرسی. آی شما هم نشون بده دیگه. با اسم شما چی دوست عزیز؟ سلام کوچیک شما مرشاد. روکرتم. آقا مرشاد، شما با جامعه LGBT موافقی یا مخالف؟ نه من به شدت مخالفم. چرا دلیل اینکه مخالفید به شدت چیه؟ خب خوشم نمیاد واقعا، نیست اصلا چرت و پرته. چرت و پرته. یعنی که مثلا خب طرف بیماره دیگه، یا یه بیمارم باید خب درمان باشه. چه روزی بشه خب مثلا من برم با یه پسر دختر بره با اصلا قشنگی نیست. بس یعنی شما رو این چیز رو یک بیماری میدونید دیگه، درسته؟
بعد حالا من یه سوال دیگه دارم از شما. اگه یکی از فرد نزدیکتون، حالا هر خیلی نزدیک، جزو این جامعه باشه، اون وقت نظرتون چیه راجبش؟ اصلا باهاش صحبت نمی‌کنی؟ یعنی هر چقدر نزدیک باشه، اصلا بخواد اصلا پدر خودم باشه پدر خودم باشه اصلا سمتش نمیرم. مثلا اینو اون نداره مثلا بگم من بدم میاد ولی برای خودم مثلا باید همین چیز خانواده من باشه، نه کلا بدم. مرسی از نظر قشنگتون. باشه هست که ویدیوتون رو پخش کنیم ما یه لایک نشون میدی به دوربین. اسم شما چیه دوست عزیز؟ غزل خانم، شما با جامعه LGBT مخالفی یا موافق؟ نه مخالفم نه موافق، یه جور مخالفم. مخالف. چرا اون وقت؟ ببین خب یه جوری تو ایران افتاده که الان بیشتر مدرسه دختران اینطورن که آره اگه ما لزبیان باشیم خیلی خفنیم و اینجوری اونجوری، بعد سر یه دختر رگ میزنن. نه بابا خود سر جا. آره واقعا. یعنی مثلا عاشق یه دختر میشن و بعد همه ساختگیه. جدی میگم فقط برای شاخ بودنشونن. اینکه مثلا خودشون شاخ نشون بدن. شاخ نشون ندید. بعد اگه یکی تو خانواده حالا افراد نزدیکتون جزء جامعه LGBT باشه، شما چه حرکتی میزنین؟ چه نظری داری راجبش؟ گردن نمیگیرم. چرا؟ یعنی خب حالا مثلا گردن نمیگیری دیگه، در کل دیگه نزدیکترین فرد زندگیت هم باشه. مهم نیست گردن نمیگیرم. گردن. مرسی از نظرتون. همین بود. نظر اوکی است که ویدیو رو پخش کنیم. یه لایک نشون بده بدون. اسم شما چیه دوست عزیز؟ شبنم خانم، شما با جامعه LGBT مخالفی یا موافق؟ موافق. چرا؟ چون که هر انسانی حق انتخاب خودش رو داره و عشق به جنسیت محدود نمیشه. عشق به جنسیت محدود نمیشه. به نظرتون چرا یه سری از مردم ایران با جامعه LGBT خیلی مخالفن؟ چون که ذهنشون بسته است و فقط روی عقاید مسخره خودشون تمرکز کردن. یعنی میگه عقاید اونا خیلی مسخره. نمیگم ببین گفتی دیگه. آره خب مسخره تا جایی که نتونی به بقیه احترام بذاری مسخره است. یعنی خب الان چون که دارم میگم مسخره است چون که اونا احترامی که باید بذارن نمیذارن، پس منم نمیتونم به اونا احترام بذارم. یعنی احترام میاد در واقع. همین بود نظر شما، نظر دیگه ای ندارید؟ اوکی هست که ویدیو تو پخش کنیم و یه لایک به دوربین نشون بده. خب اسم شما چیه دوست عزیز؟ امیرحسین. آقا امیرحسین، شما با جامعه LGBT مخالفی یا موافق؟ اطلاعی ندارم. چرا؟ نظر بده دیگه. نظر مخالفی دارم. چرا مخالف؟ خوشم نمیاد پیاداش LGBT داداش. بعد یکی اگه تو خانواده خودتون جزء جامعه LGBT باشه، شما چه رفتاری باش داری؟ اینو به صورت یه فامیل تحویلش نمیگیرم، کاملا مستقیم تو صورتش. یه تحویلت نمیگیرم؟ تو صورت. یه ذره خانواده روکی داریم، تو صورت هم حرف میزنیم. مثلا بعدتون یه طرف میگه برو گم شو. یه کاری میکنیم خودش بره گم شده. چه کاری مریضین. خیلی ممنونم. گفتید خیلی کار مریضیه LGBT؟ من مریض نه، خوشم نمیاد داداش. مرسی از نظر خودم مریضم. اوکی هستی که ویدیو تو پخش کنیم و یه لایک نشون بده بزنید. خب اسم شما چیه؟ امیر. عالیه. خب شما با جامعه LGBT موافقی یا مخالف یا کم باید. چرا مخالف؟ مثل گوشی الجی میمونه دیگه، قدیمی شده. من خودم موافق نیستم اصلا. بعد یه سوال دیگه، اگه یکی مثلا تو خانواده خودتون LGBT بود، جزء جامعه LGBT بود، نظرتون موقع راجع بهش شمش؟ چرا؟ چیکار کردم؟ اونم باید دیگه مثل خودم میشه. میکشتید دیگه. آره دیگه. خیلی ممنونم که قاطع هم هستی و اوکی هستی ویدیوتون رو پخش کنیم ما یه لایک نشون بده به دوربین. اسم شما چیه دوست عزیز؟ آقا امیر. آقا امیر، خواستم ازت بپرسم که با جامعه LGBT موافقی یا مخالف؟ من موافقم، چون هر کسی سبک زندگی خودش رو داره، به ما مربوط نیست چه جور سبکی رو دوست داره، چه جور امکاناتی رو دوست داره. چه جور امکاناتی رو دوست داره. من چرا یک سری از مردم به نظر شما مخالفن؟ حالا مردم نه، کل جهان بیشترشون مخالف. سومیان چون درکشون نمیرسه، خیلی چیزی ندارن. درکشون نمیرسه. یعنی درکشون میرسید این حرفو نمیدارم. نه دیگه، چون نیستن تو جامعه. هر کسی یه جور شخصیتی دوست داره، هر کسی به یه چیزی گرایش داره. به من مربوط نیست، به کسی هم مربوط نیست به چی گرایش دارن. مرسی از نظرتون. اوکی هستی که ویدیوتون رو پخش کنیم؟ آقا ببخشید. مرسی. یه لایک نشون بده بدون. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. شما بگید با جامعه LGBT مخالفید یا موافق؟ عشقی. علی
علی جان ویدیو تمام شد. جدی؟ مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت و کامنت